خب بچه ها سلام عرض میکنم. این سری از آموزش ها من قصد دارم گواهینامه رانندگی انگلستان رو با اپلیکیشن تئوری 4 in 1 حالا به بچه هایی که زبان انگلیسیشون حالا تا حدودی ضعیفه کمک کنم که یاد بگیرن. خب اینجا سربرگ های اصلی اپلیکیشن رو داریم، تئوری تست و عکس خود تئوری تست به همین رنگ. گوشی سمت چپ اسکرین من آیکون تئوری 4 in 1 هست، میتونید ببینید. و تو سربک موک تست من فلش پک بزنم موک تست، میتونید بیاید اینجا سوالا رو استارت موک تست بزنید و از سوال 1 تا 50 تست بزنید. برفرض نوشته you're driving towards this level crossing. What would be the first warning? An approaching train. میگه چه کاری بایستی انجام بدید در حین رسیدن به خط ایستگاه قطار؟ شما دارید در حال رانندگی هستید به سمت یک تقاطع. خب اولین کاری که باید انجام بدید چیه؟ میرسید به تقاطعی که قطار داره رد میشه، میبینید علامت بند یا بریر قرمز رنگ جلو انتهای جاده جلو ریل قطار هست. خب اولین کار چی نوشته؟ one half barrier down. میگه اگر یه دونش پایین بود both have barriers down. اگر همون دوتا تیغه‌های قرمز سفید هست، میبینید شبرنگ سفید قرمز داره، میگه جفتش both have barriers down. A steady amber light twin flashing red light. من میزنم پس سوال چیه؟ یه بار دیگه مرور کنیم. میگه شما در حال رانندگی هستید به سمت towarding، به سمت یک تقاطع. level crossing میشه تقاطع. What would be the first warning of an approaching? اولین هشداری که شما باید متوجه بشید دارید میرسید به یک تقاطعی که قطار داره رد میشه چیه؟ A steady amber light. سوال بعدی How can you use your vehicle's engine as a brake? How can you your vehicle's engine as a brake? چطور میتونید موتور ماشینتون رو، این علامت اس با به ویکل چسبیده علامت آپرستروف اس میگن که مالکیت یک اسمو به یک اسم میده. میگه موتور ماشین به عنوان ترمز چجوری میتونید استفاده کنید ازش؟ بخواید به صورت عتق موتور ماشین بخواید عملیات آپریشن ترمز انجام بدید، یعنی بدون که هاتون پدال بزنید ماشین رو نگه دارید. By selecting reverse gear, by changing to a lower gear, by selecting neutral gear. خب by changing to a higher gear. خب من فهمونم درستش by selecting reverse, by changing to a lower. درسته؟ اینو من میزنم. خب اینو من به صورت یک نمونه بر شما گذاشتم، این ویدیو رو ببینید تا جلسات بعدی به صورت کاملا پرکتیکال محور با لغات طلایی که بتونید کاملا متوجه بشید گواهینامه رو و کم کم خودتون بتونید دست به کار بشید و تست بزنید و خودتون ماهیگیری رو یاد بگیرید. مرسی، ممنونم که تا اینجا با من بودید.